حالا شروع شد. به نام خداوند عشق و محبت، باسم رب شهداء و صدیقین. شهدا وضوی خون ساختند، به نماز عشق ایستادند و ما را به ادامه راهشون دعوت نمودند. شهدا سرمایه‌شون خونشون بود، چیزی نداشتن جز جانشون فدای مردم کردند، فدای کشور کردند، فدای انقلاب کردند. ما میگفتیم شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع. شهید جانش فدا میکنه برای اینکه کشورش سلامت بمونه، کشور سالمی داشته باشه. صدها هزار شهید جانشون فدا کردن برای سلامتی جامعه، اما متاسفانه یک جامعه دزدی تبدیل ما شد. ناله را هرچند میخواهم که خاموشش کنم، سینم فریاد میکند که من تنگ آمدم. فریاد کن. چرا فریاد نکنیم؟ ما مسئولیم در مقابل شهدای ما. عزیزترین کس ما رفتن برای سلامتی جامعه، اما مسئولین نالایق، دولت بی‌کفایت، دولتی که ضد مردمه، روز به روز فشار بیشتری به مردم بیچاره میارن. مگر انقلاب ما انقلاب محرومین و مستضعفین نشد؟ و اوایل انقلاب میگفتیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. پابرنه ها باید بیان بالا، مستضعفین باید بیان بالا، بدبخت ها باید بیان بالا. اما بدبخت‌تر، پابرنه تر، دزد بیشتر. و متاسفانه در سران بالای مملکت دزدن. چه کردید با دزدا؟ برای اینکه دزدا مربوط به خود شماست، از بستگان شماست. چرا در مقابل دزد سکوت میکنید؟ چرا کاری نمی کنید؟ برای اینکه تعدادشون زیاده. 20 خانواده 40 ساله سرنوشت مملکت به عهده گرفتین. همه دوست که نمیدونه علیه دوست کاری بکنه. این سه قوه، آقای رئیسی، آقای روحانی، آقای قالیباف، مگر در انتخابات ریاست جمهوری در مناظره همدیگره به فساد، به بی‌لیاقتی، به خیانت متهم نمی کردن؟ پس چه شد که سه قوه در اختیارشون گرفته؟ قوه قضاییه در اختیار آقای رئیسی، قوه مجریه در اختیار آقای روحانی و قوه مقننه در اختیار آقای قالیباف. آقای رهبر، من پدر شهید سید سعید حسینی از شما شکایت میکنم. تو سیدی، تو فرزند پیامبری، مسئول ملتی. روز قیامت چه جواب میدی اگر من شکایت کنم؟ چه جواب میخوا بدی؟ بگذار نام نیک کرده تو جامعه بمونه، بگذار تاریخ نام نیک کرده یاد کنه. تاریخ نویسان می نویسن، همه چیزی می نویسن، تاریخ پنهان. آیندگان قضاوت خواهند کرد. آقای خامنه‌ای، بذار مردم از صمیم دل دوست داشته باشن، نه ترس پلیسی. مردم به خاطر سرمایه‌دار از تو میترسن. چرا کاری میکنی که مردم ازتون بترسن؟ مگر مولا علی نفرمودن؟ مگر پیامبر نفرمودن با ما که سخن میگید نترسید، از ما نترسید؟ اما مردم از شما میترسن. من پدر شهیدم و در مقابل شهیدم مسئولم.
از شما نمیترسم. مگر من از فرزند مدیترم که بترسم؟ هر لحظه میخواد منو بکشید. نمیخوام تو جامعه زندگی کنم، جامعه که مردمش دارن به شهدا فحش میدن، به دولت، به انقلاب، به همه چی فحش میدن. این چه جامعه؟ بس که فشار به مردم آوردید. شما ضد این مردم هستید، که دولت مردم هستید، ضد مردم دارید نسل کشی میکنید. اینقدر فشار اقتصادی، فشار روحی به مردم آوردید، دیوانه شدن همه مردم. منتج از سرنده میترسن، از گلوله میترسن، میکشید مردمه. تا که مگر شما مسلمان نیستید؟ مگر نمیخواد روز قیامت جواب بدید؟ چه جوابی دارید به مردم بدید؟ این همه دزدی، میلیاردی، یک بدبخت برای 1 میلیون تومان میخوابش بدید. اون وقت 10 میلیارد تومان دزدی میشه از این مملکت. کی میخواد جواب بده؟ مگه چند تا اکبر تبری مگه 1 نفره؟ بابک زنجانی فقط مگه 1 نفره؟ صدها مثل بابک زنجانی دارید، مثل تبری دارید، مثل قاضی منصوری دارید. 1-2 تا که نیست. چون همه از خودتون هستن صداشو بالا نمیارید. تا کی؟ ما تا کی صبر کنیم؟ نمیخوایم زندگی کنیم. هر لحظه میخواد بگیرید بکشید. ما که از کی عزیزتریم؟ صدها هزار بهترین جوانان این مملکت رفتن. مگه ندیدید زمانی که میخواستن معبر باز کنن برای رزمندگان 30 نفر دابطلع شدن، روی مین برن، روی سیم خاردار برن، بدنشون قطع قطع بشه تا رزمندگان عبور کنن. بین اینا یک جوان 12-13 ساله‌ای بود. چند قدم رفت، برگشت. مردم فکر کردن این ترسیده، جوان حق داره به ترسه. دیدن جوان برگشت، نشست روی زمین. اول پوتینا رو از پاش در آورد، بعد لباساش از تنش در آورد. گفت اینا رو من تازه از انبار گرفتم، اینا بیت الماله، رزمنده دیگه ازش استفاده کنه. ای ننگ در شما مسئولین نظام، نشنیدید صدای اون جوان 12-13 ساله؟ نفهمید؟ شما که نمیفهمیدی حرفاره، نمیفهمید شهادت چیه، نمیفهمید پاکی و پاکدامنی چیه، چون ناپاکید خودتون. چه جواب میدید به شهدا؟ به خانواده شهدا چه جواب میدید؟ جوابی ندارید بدید جز شرمندگی، خجالت. اصلا خجالت نمیکشید شما؟ مگه آبرو دارید؟ دزدا مگه آبرو دارن؟ کی میخواد مملکت درست کنه؟ ننگه. روز به روز قیمت کالا بالا میره، ساعت به ساعت. درست شده مثل دلارتون، درست شده مثل طلا که لحظه‌ایه، دلار لحظه‌ایه، قیمت اجناس هم شده لحظه‌ای. مردم هیچی دیگه ندارن، پابرنه ها نان شبشون هم ندارن. چرا این شکلی؟ مگر نمیدونید همه فحشا از فقره، همه بدبختی ها از فقر مردمه؟ مردم بیچاره شدن، جنایت، فحشا روز به روز بیشتر میشه. اون وقت انتظار دارید ما خانواده شهدا بشینیم و سکوت کنیم؟ ننگ بر ما. تا کی صبر کنیم؟ در مقابل شهدا شرمنده هستیم. فردا اگر من برم جوانم بیاد جلو میگه من جانم دادم، پدر من هیچی ندارم، هیچ هستی نداشتم جز جانم دادم، تو چه کردی؟ ننگ بر تو پدر، چرا حرف نزدی؟ تا کی صبر کنیم؟ سینه فریاد میکنه، سینه میگه من تنگ آمدم، فریاد کن. شرم داشته باشی، رهبر بیاد تو را به خاطر رضای خدا، تو را به جدت، تو را به اعتقاداتت، تو را به ایمانت، تو را به اسلامت، به فکر مردم باش، به
بگذار تاریخ نام نیکی ازت به یادگار بمونه. نه نام ننگ، ما دوست نداریم. اگر من نصیحت نکنم کی باید تو نصیحت کنه؟ دزدایی که اطرافتن؟ اونا که همه میگن حضرت آقا مملکت خوبه، امنه، امانه. بله، چون خودشون دزدان مملکتن. به شما میگه مملکت امن و امانه، اما اطلاع از محرومی ندارید، از پابرنه ها اطلاع ندارید، از طبقات بدبخت اطلاع ندارید. چه بگیم؟ در مقابل ما مسئولیم. خدایا گواه باش، من گفتم گفتم، حرف دل خودم زدم و حرف دل من حرف دل مردمه. من خودم مشکلی ندارم، من 4 قران حقوق کم زیاد میگیرم، هیچ مشکل مالی مادی ندارم، اما شب و روزم به خاطر این مردمه، طاقت نمیارم. خداوند حق این مردمه از شما دزدان بگیره انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.